سلام، صبح جمعتون بخیر باشه. مرسی. امروز صبح جمعه است. خیلی هم هنوز ساعت 9 نشده. هوای خیلی قشنگه. خیلی زرده ولی تو با تیشرت اومدی. من هیچ وقت کلا نمیپوشم. از اول همینطوری بود. از اول همینطوری بود. خب علی، میخوام یه ذره راجع به خودت تجربه زندگی تو ترکیه بگی. یه ذره خودت بگی که چیکار کردی ترکیه، الان کجایی؟ بله. زاویه نگاه تو راجع به خود ترکیه و اینکه اونجا چطوری زندگی کردی و خب همونطوری که گفتم این صحبت‌ها راجع به خوب بودن و بد بودن نیست، راجع به اینکه اصلا ترکیه کسی بره یا نره نیست. صرفا میخوام ببینم چی زندگی کردی، هر چی، کی رفتی، چطوری رفتی، چرا رفتی. البته اول اینکه من یه سلام بکنم خدمت تمام اون افرادی که قرار ما رو بشنون، حالا از طریق هر پلتفرمی که هست. من علیرضا فرهانی هستم، 23 سالم شده، 22 بهمن 22 بهمن 23 سالم شد و اینکه از سن 14-15 سالگی یا حتی میتونم بگم 13 سالگی رفتم ترکیه و تنها هم زندگی میکردم اونجا. در کالج سابانجی قبول شدم، آزمون ورودی دادم، قبول شدم و شروع به تحصیل کردم تو رشته علوم انسانی. شروع به تحصیل کردم، داخل استانبول هم بود جایی که درس میخوندیم و تا 19 سالگی اونجا بودم. عملا تا 18-19 سالگی اونجا بودم. 6-7 سال کامل زندگی کردم، یعنی تمام تجربیات مختلفی که یه آدم میتونه سن نوجوانی دقیقاً میتونه زندگی کنه، میتونه تجربه کنه رو من تجربه کردم و خب این یک پوینت خیلی مثبتیه تو زندگی من. 100% که خب یه سری اتفاقات اون اوایل میافتاد که من زبونشون رو خوب بلد نبودم اون موقع، طبیعتاً بچه بودم یعنی نسبتاً، و تو حالا خوابگاهی که میموندیم اکثرا بچه‌ها انگلیسی حرف میزدن دیگه. من نمیتونستم اینو تقسیم بکنم که با کیا انگلیسی حرف بزنم، با کیا ترکی استانبولی حرف بزنم و اینا. خب آذری هم بلد نبودم، با اینکه متولد تبریزم ولی آذری بلد نبودم. ولی خب با گذر زمان عملاً من این پیشینه زبان ترکی داشتم، زبان ترکی استانبولی. حالا تلویزیون بود، موزیک بود، اینا بود. ولی خب دیگه رفته عادت کردم. توی مثلا چند سوپرمارکت چی بگم، توی خیابون. چقدر طول کشید؟ 1 سال واقعا کمتر طول کشید. میگم چون من یه پیشینه‌ای هم داشتم، یعنی بلد بودم، منتها مکالمه روان بلد نبودم، نمیدونستم چجوری. ولی خب هم اون قاطی شدن توی اجتماع خیلی کمکم کرد. یعنی خیلی مهمه شما تو ترکیه یا حالا هر کشور دیگه‌ای که شما میرید، اگه قاطی اجتماع بشید، زبان اون کشور رو، اون اسلنگایی که استفاده میکنن یا اون استریت لنگویجی که دارن رو خوب یاد میگیرید، خیلی سریع یاد میگیرید. یکی میگم از بزرگترین تجربیات زندگی من کالج سابانجی بود. بعدش هم که خب کلا سابانجی و کوچ دو تا قطب اقتصادی و سیاسی ترکیه ان عملا و اینکه خیلی خیلی معتبره. یعنی تمام مراکز تحقیقاتی، بیمارستانا، هولدینگا، کارخونجاتی که تو ترکیه هست و خیلی سودآور و بین‌المللیه، 90%ش برای این دوتا خانواده است که خب من یه همچین چیزی رو همیشه دیدم و خودم هم الان جزو همون دسته از آدما، بچه‌ای که تو کالج سابانجی درس خوندن، از حال دبستان، پیش دبستان، راهنمایی تا دانشگاه، و بچه‌ای که همین مراتب رو توی کوچ طی کردن، خیلی رقابت قشنگی دارن. خیلی رقابت قشنگی دارن. چطوری؟ یعنی رقابتشون چطوریه؟ خب ببینید مثلا دو تا قطبن کل ترکیه، کل ترکیه. چون مثلا میگم کالج سابانجی و کوچ تو کل شهرهای ترکیه هست. مدارس بسیار بسیار جالب و پر امکاناتی دارن، امکانات رفاهی اجتماعی خیلی خوبی میدن به افراد خارجی. ولی خب طبیعتاً آزمون ورودی هم که میگیرن، شما باید حق اون آزمون ورودی رو بدی که بتونی وارد بشی. یعنی مثلا میگم الان طبق قوانین سال 2025 مثلا دانشگاه کوچ، حالا بگیم رتبه 1 دانشگاه ترکیه است کلا، شما از SAT باید از 1600 1560 تا بگیری که قبول بشی. تقریبا برابر به دانشگاه تاپ دنیا. دقیقاً. اصلا رنک 1 ترکیه است 1560 از 1600 و اگه ACT بخوایم بدین 36 باید بگیرین از 40. یعنی خیلی بالا. خیلی بالا. ولی خب مثلا میگم
کسایی که تو رشته‌های علوم سیاسی دانشگاه کوچ تحصیل کردن همشون الان توی ارگان‌های دولتی دارن خدمت میکنن، کار میکنن. یا رشته‌های پزشکی دانشگاه کوچ، خب دندون پزشکی ارائه نمیشه کلا تو این دانشگاه، ولی رشته پزشکی دانشگاه کوچ به قدری معتبره، یعنی شما در بدو تحصیلتون شروع ترم اول بعد این کتابا رو اصلا گرفتین و با استاد آشنا شدین توی مرکز کوتاپ که خود این حالا یه اختصاری از مرکز علمی تحقیقاتی بین رشته‌ای پزشکیه، مطالعات مثلا میگم مطالعات ژنتیکی و این حرفا. شما از همون ترم اول میرید داخل بیمارستانا، داخل مرکز علوم تحقیقاتی و با بهترین محققا عملا کار میکنید. عملا همین شرایط تو سابانجی هم هست. حالا سابانجی پزشکی ارائه نمیده، دندون پزشکی هم ارائه نمیده، ولی رشته‌های مثلا مهندسی یا رشته‌های هنری میدونم که شهریه بالایی میگیره. شهریه بسیار بالا. یعنی هم آزمون ورودی و شرایط سخت داره، هم خارجی‌ها باید شهریه بالایی بدن. ولی عملا شما با یک آزمون خوب، با یک نمره آزمون خوب از شهریه 100% بعضا برخوردار میشین. شهریه 1 سال کامل معاف از پرداخته، مثلا میگم رشته پزشکی الان شهریه‌اش $30,000 برای دانشگاه کوچ تو استانبول. شما معاف از پرداخت کل شهریه میشین و 1 سال. چطوری؟ با اولین 3 تا شرط داره که شما هر کدومش رو بگیرید میتونید شانس برخورداری از معافیت شهریه رو داشته باشین. یک، کسب نمره خوب تو آزمون‌های ACT و SAT. آزمون‌های دیگه هم هست ولی خب این دوتا اگه امتحان بدی دیگه اون شهریه رو نداری. بله 100%. تعداد دانشجوهای ایرانی دانشگاه کوچ خیلی کمه، چون خب عملا ما میخوایم از اینجا بریم که کنکور ندیم. بله. یکی از سوالایی که من داشتم همینه. مثلا برسم میگه چرا که خودت گفتی. آره میخوایم بریم کنکور ندیم. محدودیت به یه جای بدون محدودیت میخوایم. یه جای بزرگتر، محدودیت سخت‌تر، استرس بیشتر، حتی استرس بیشتر. شرط دومی که راجبش بورسی و شهریه می‌خواستم بگم این شما در طول تحصیل اگه پیشرفت تحصیلی خیلی خوبی داشته باشین، هم میتونین از برنامه اراسموس پلاس استفاده کنید که 1 سال کامل میتونید در کشورهای عضو اتحادیه اراسموس تحصیل کنید. اسپانیا، استونی، سوئد، نروژ. 1 سال از کل سال تحصیلی که حالا ترمای تحصیلیتی که داریم اگه وارد این دانشگاه‌ها بشی. بله. یعنی که امتحان ورودی رو بدی، شهریه هم بدی، وارد بشی. بله. که حالا میگم این پوینت مثبتی که دانشگاه ترکیه دارن، اکثر دانشگاه حتی خصوصیایی که بدون آزمون هم هستن عضو برنامه اراسموس پلاس هستن، مثلا مدیپول. حتی شرط سومش هم خب اینه که شما یک سری برگه ها یا یک سری حالا چیزای قانونی بهشون ارائه بدین که خانواده‌تون امکان پرداخت شهریه $30,000 رو ندارن برای رشته حال پزشکی یا مثلا میگم حالا مهندسی دانشگاه کوچ فوق‌العاده معتبره. یعنی من فردی رو میشناسم که 3 ترم تو دانشگاه کوچ خوند و الان اراسموس پلاسش داخل دانشگاه‌های آمریکا داره درس می‌خونه. فعال شد براش، الان داره دانشگاه تگزاس درس می‌خونه مثلا. دانشگاه سابانجی هم کاملا همینطوریه. ولی خب من یه چیزی که بهتون بگم، شما ولی کنکور میرین اونجا عملا، خب اونا هم آزمون تریوس دارن دیگه به جای کنکور ما. این 2 تا دانشگاه آزمون تریوس هم قبول میکنن از شما حداقل از 500 باید 365 بگیرید که قبول بشید توی این دانشگاه. و دانشگاه سابانجی من نمیدونم شما مثلا اینجا کنکور میدین تحتش دانشگاه تهران قبولی میارین اگر فوق العاده باشین 100% که خب آرزوی خیلی از ماها بوده که دانشگاه تهران درس بخونیم، ولی پیست هلیکوپتر مثلا داره شما جایی که شما درس میکنین. یعنی دانشگاه سابانجی دقیقاً بغل فاکولتی مهندسیش پیست هلیکوپتر داره. یعنی شما مثلا میگم اگر براتون خیلی مهمه که با کاربردش چیه برای دانشجو اینه که بهتون اینجوری بگم، شما اگر امتحانات آخر ترمتون یا میان ترمتون رو خوب بدین، میتونین کل فضای مناطق توزلا که خود دانشگاه سابانجی درش واقع شده تو بخش آسیایی ترکیه استانبوله، میتونین کل اونجا رو میبرن میگردوننتون با هلیکوپتر. بله با هلیکوپتر. یعنی همچین اتفاقاتی میفته تو این دانشگاه. تور خود هلیکوپتر چنده تو استانبول؟ من سوار نشدم. یعنی شما براتون عملا اگر مهمه که با اساتید و محققای برجسته کار کنید، این 2 تا دانشگاه و خیلی دانشگاه‌های دیگه مثلا بازیچی و بیلکند هم هستن بین اینا، ولی این 2 تا تاپ دیگه. یعنی شما عملا
فکر میکنین که دارین یه جایی درس میخونین که هم از لحاظ معماری، من خودم برام جایی که معماریش قشنگ باشه اول تو چشمم اون میره. یعنی بعدش اساتید و محققای برجسته، تضمین آینده کاری شما. یعنی شما میگم الان مثلا این مهندس کامپیوتر برنامه‌نویس تو ترکیه به طور متوسط به پول ما 80 میلیون درآمدشه، 41,000 لیر حداقل درآمدشه. خب و عملاً ماهانه. بله. و عملاً شما اگه تضمین شغلی میخواین، تضمین آینده شغلی میخواین، اون دیپلم آبیه رو اگه میخواین که ترکیه رو به عنوان یک سکوی پرتاب ببینید، به نظر من میارزه که این دانشگاه بخونید. مرسی. قربان شما. تو خیلی خوب توضیح میدی راجع به دانشگاه، اطلاعاتت هم خیلی کافیه. تجربه زندگی کردن تو ترکیه برای آدمایی که از ایران دارن میرن میبینن نزدیکه، به ما میخوره فرهنگش، آب و هواش به ما میخوره، آدمای زیاد غریبه نیستن. میدونم کشورهای مختلفی هم سفر کردی. برداشتت نسبت به ترکیه چطوریه تو این چند سالی که زندگی کردی؟ من خب خیلی جالبه، من هر جایی که رفتم، اول اینو بگم، هر جایی که رفتم دلم برای ترکیه تنگ شد. یعنی من میتونم بگم که آدمایی که توی ترکیه من شناختم، این میتونه بابت این باشه که یعنی از این میتونه نشأت بگیره که من خب زبان ترکی رو فول بلدم، مثل زبان مادری حرف میزنم. چی شد؟ بعد کامینم برسن الان علی مدرس زبان ترکی هم هست. یعنی از اونجایی که گفتی ترکی بلد نبودم رسیدیم اینجا که الان میدونم چند تا آموزشگاه درس میدی. خب اینو من باید بهش اشاره کنم که زبان ترکی بلد بودن در ترکیه و یا حتی بچه‌ای که میخوان برن قبرس شمالی خیلی مهمه. یعنی از اون معدله هم برای شما مهمتره واقعا. چرا؟ چون مثلا میگم شما فرض کنید که دارید میرید ترکیه، شهری مثل استانبول. خب بله ما تو خیابونای تهران هم که میگردیم به هر حال از اتباع خارجی زیاد میبینیم. کجا شما زیاد میبینید؟ چرا من نمیبینم؟ الان ما اینجا به آخر اتباع خارجی هستیم. من اتباع میبینم ولی اون خارجیش بله اینم درست. ولی مثلا میگم شما مثلا تو شهری مثل استانبول سوری میبینید، افغان میبینید، عملا از هر نژاد ملیتی میبینید. ولی یک سری از آدمایی که الان دارن میگن که آقا ترکیه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی داره وارد لیگ کشوری مثل ایران میشه، نه قشنگ داره میشه خاورمیانه‌ای. من با این یکم مخالفم. بله از لحاظ اقتصادی نمیشه واقعا لاپوشونی کرد رکود و تورم ترکیه، ولی شما لذتی که از زندگی در ترکیه میگیری رو تو ایران مگه میتونی بگیری که مثلا الان میگی به من این لذتی که تو تجربه کردی تو ترکیه که میگی کشور دیگه هم رفتم چی بوده؟ چیکار؟ خیلی مثال ساده بگم، طبیعتاً که درک هر کسی از اون لذت متفاوته، ولی من خودم ما یه چیزی داریم به نام سوشال تسیس داریم. یعنی مثلا میگم حالا تأسیسات خدمات اجتماعی، مثلا شما توی مثلا میگم یه رستوران عادی اگه بخوای غذا بخوری 2 نفرتون شاید 2000 لیر یا 1500 لیر مثلا پول براتون عملاً خرج بشه. ولی مثلا توی این جایی که من میگم غذای بسیار خوب میگیرین با 200 لیر. کل منو 200 لیر. یعنی مثلا شما شاید پیده بخورین 500 لیر تو استانبول یه معمولی. اینجا پیده و سوپ و مثلا کورو فاصولیه، برنج و لوبیا قرمز بهتون میدن 200 250 لیر. و عملاً برای منی که هم به تناسب اندام هم به خورد و خوراک که من میاد میدم یه لذت خوبی بود. و اینکه خب آزادانه با هر کسی صحبت کردن، ترسی از این ندارید شما که کسی بخواد افکارش رو به شما غالب کنه، اصلا ترسی ندارید. جدی میگی اینا؟ واقعا میگم توی مثلا یوتیوب یا اینستاگرام خیلی از ویدیوها رو من میبینم، مثلا ما بهش میگیم سوکاک رپورتاژه. من دیگه تقریبا صدای تو رو نمیشنم. آره دقیقاً. چرا یهو زیاد شد؟ میگی توی سری جاها امکاناتی داریم که خیلی ممنون. لطف کردید. امکاناتی داری که میتونی غذایی که توی رستوران خوبه رو آزادی گفت، آزادی بیان داری. خب برای خارجی چقدر اینا مهمه؟ حالا اولی رو میفهمم میشه از هزینه ها رو شاید. بله. ببین مثلا برای من مهمه به خاطر اینکه من خب حرف زدن رو خیلی دوست دارم راجع به هر موضوع. من حرف زدن دوست دارم. یه کشور دیگه بری نمیشه که حرف زد، تو بری لهستان نمیتونی. لهستان چرا؟ منتها خب چقدر آدم خونگرمه. آلمان چی؟ آلمانی چقدر آدم خونگرمه اصلا. و تو میگی اون اصله بر اساس فرهنگ اون آدماست. یعنی اونا پذیرای
مکالمه و صحبت و تعامل هستن. دقیقاً. تو کشورهای دیگه شاید برم، من داشتم به این فکر می‌کردم خب آزادی بیانه توی جای دیگه هم هست، بله. خب تو اروپا هم هست، ولی شاید آدما اونقدر پذیرای یه آدم خاورمیانه‌ای نیستن. بله. اینو گرفتم، موافقم بله. باشه. و این خیلی موضوع مهمیه. یعنی شما به جای مثلا میگم شما سفر میکنیم به یک کشوری مثل آلمان مثلا یا ایتالیا مثلا. حالا ما میگیم ایتالیا نسبتا خونگرمن، اوکی ان، ولی مثلا ایتالیا اسپانیا تقریبا آره اوکی ایرانیزه شده است. مثلا حالا کانادا که دیگه کلا مقر ما ایرانیا شده یعنی دیگه. ولی مثلا جای مثل آلمان من خودم به شخص ندیدم کسی بگه که در ماهای اول زندگیم تو آلمان تجربه بسیار عالی رو از گذراندن وقت با آدما داشتم. ولی من میتونم بگم شما از روز اولی که میرید ترکیه اگر تو دورم بخواید بمونید با اون دورم همون خوابگاه، بر من ایرانی کم اگر شما بخواید تو خوابگاه بمونید همون روز اول اگه ترکیتون خوب باشه یا حتی اگه مثلا یکم لبتون خندون باشه میتونید با اون مدیر خوابگاه مثلا حتی دوست بشید، با ساعتا میتونید بهشون صحبت کنید، با صاحبخونه‌تون رفیق میشین، با همخونه‌هاتون اگه ترک باشن رفیق رفیق میشین. زبان ترکی بلدی؟ کاملا به شرط. تو پرانتز تاکید زبان ترکی. اگه من اومدم اینجا انگلیسی بلدم فلانم اینا اصلا حتی تو همون دانشگاه هم به دردتون نمیخوره، خیلی جدی بگم. یعنی من میدونم که تفکیک میکنه، انگار خودتو میبری توی لیگ خودشون، توی لیگی میبری که دقیقاً حتی تو دانشگاه هم به دردتون نمیخوره. مثلا قبول دارم اینو میگم، مثل ما ایرانی‌ها خونگرمن، آدمایی که اجتماعی ان مثل تو اذیت میشن اگه برن یه کشوری که من برم نروژ اونجا به سختی بتونم دو تا دوست پیدا کنم تو 6 ماه اذیت میشن. بله کاملا. دیگه چی به نظر ترکیه؟ و اینکه بریم داخل یکم فضای آکادمیکش که اصلا این تجربه‌های خوب تو فضای آکادمیک ترکیه هم خیلی خوبه، یعنی خیلی به تجربه خودته اینا دیگه. بله. مثل چی؟ خب ببینید من مثلا میگم تو حالا دانشگاهی که تحصیل میکردم، تو کالجی که تحصیل میکردم، انقدر اساتیدم احترام منو نگه می‌داشتن به عنوان یک ایرانی، نمیگم به عنوان هر ملیت، به عنوان ایرانی. احترامتو نگه می‌داشتن یعنی چه فرقی میکرد با تجربه ایرانه؟ چیکار میکردن که تو میگی اونا احترام من نگه می‌داشتن، یه جای دیگه نه که بی احترامی کنن، اونطوری نبودن، علایقم رو سرکوب نمی‌کردن. آها. خیلی واضح بخوام بگم علایقم رو سرکوب نمی‌کردم. من آدمیام که به نوشتن خیلی علاقه دارم، به خوندن کتابای هنری علاقه دارم، نمایشنامه، اینجور کلا بحثم. و اون افراد اون دانشگاه یا حتی مثلا میگم خانواده‌ای که من باشون هم کلام شدم، اما خانواده‌های ترکی شبیه آدم خانواده ایرانی هستن، اینو اصلا نمیشه انکارش کرد. یعنی چطوری؟ راجب درس خیلی سخت گیرن، نه یادم نمیاد، راجب درس خیلی سخت گیرن ولی به علایقتون احترام میذارن. اینجوری نیستش که خب دکتر شو هنرم میخونی مثلا اینجوری میخوای هنرمند بشی تو دکتر شو بغلم برای خود ساز هم بزن. آره دقیقاً اینجوری نیست. یعنی از این خیلی لذت می‌بردم اونجا. و اینکه استادا بهت کمک میکنن که پیشرفت کنی، توی دانشگاه تاپ درس بخونی، رنگ یک رنگ هزار اصلا هیچ فرقی نمیکنه. شما تو دانشگاهی مثل اوکان هم درس بخونی، اینو جدی میگیری؟ از من که پول نگرفتی؟ نه بعدا برای این استاد کمک میکنه که تو پیشرفت کنی. 100%. من این مثال خیلی واضحی براتون بزنم. اونایی که اهل هنر رو مثلا میگم سینما و اینا هستن، حالا بعد به بچه پزشکی اونم میرسیم، برای همه‌شون فرصت کارآموزی و کار هست. و این ربطی به شخصیت تو که خب علی هم آدم گرمیه، خوش صحبت، خوش انرژیه، این ربطی به شخصیت تو نداشت؟ چرا؟ یعنی تو اون فیدبک رو دادی به اون آدما که اونا پذیر، میتونی همکلاسی هم بوده بگی خب من احترام میفهمم، آدم به همه احترام میذاره، ولی یه کسی که یه ذره گرم‌تره خب یه بدبستون بیشتری باشه انجام بشه. ببینید این بحث اجتماعی بودن خب عملا تو هر کشوری که مهمه، توی کشوری مثل ترکیه که آدما منتظر جرقه‌ای از شما ان که با شما دوست و رفیق بشن، خیلی مهمتره. من این بحثی که گفتم بهتون کمک میکنن بر این بابه. مثلا ما یه گروهی داریم، یه گروه بسیار بزرگ و معتبرن به نام بیکام موتواک. گروه چیه؟ تلگرام، واتساپ؟ نه واقعیه؟ تو الان گروه‌های این شکلیه دیگه. یک گروه بسیار گسترده‌ایه متشکل از کارگردانان، نویسنده‌ها و بازیگرای خوب تئاتر و سینمای ترکیه و اینا خب توی بشیکتاشن
دفتر اصلیشون توی بشیکتاشه و عملا با دانشگاه‌های خوب اصولاً تو رشته‌های هنری همکاری میکنن. اینجوری که شما رو معرفی میکنن به پروژه‌های مختلف، خودشون بهتون کارآموزی یاد میدن، حتی مثلا شما امکان کار کردن توی پروژه‌های خود اون کارگردان هم دارید. یعنی خب خیلی اتفاق خوبیه. تو هم به عنوان خارجی اونجا این امکانو داری؟ بله. تو اونجا به عنوان فردی که خارجی هستی مثلا تو میتونی نظر بدی، کار کنی؟ کامل. اینو من کامل مثلا از تجربه شخصی خودم گفتم. یعنی مثلا آدمایی که الان دنبال میکنن حالا برنامه‌های تلویزیونی یا اینترنتی ترکیه رو، حسن جان کایا رو میشناسن، این کمدین خیلی معروفیه. من مثلا فرصت کار کردن پشت صحنه برنامه‌شون رو داشتم. چطوری؟ من استادی که توی سابانجی داشتم، یک استادی داشتم درس کارگاه بازیگری درس میداد و اینکه ایشون حالا من رو دید، حالا از صدام یکم خوشش اومد، از حرف زدنم خوشش اومد و اینا، و نکته‌ای که به من گفت این بود: دایره لغات ترکیت خوبه، خوبم حرف میزنی، اگه میتونی من معرفیت کنم برو کار کن. کار کردنش سخت بود. من حقوق نگرفتم مثلا اصلا. چه مدت؟ یک ماه، ولی یک ماه هر روزش رو عملا میرفتم. یعنی بعد از دانشگاه یا بعد از کالج هر روز شما میریم توی حالا اون کاری که بهتون پیشنهاد شده. برای بچه پزشکی هم دقیقاً همین طوریه. یعنی مثلا میگم دانشجو پزشکی که میره مدیپول درس میخونه تو بیمارستان مگا مدیپول کارآموزیشو میگذرونه از ترم 3 به بعد. بله. خب مگا مدیپول بزرگترین بیمارستان دانشگاهی و حالا آموزشی ترکیه است، کل ترکیه. یعنی شما فکر کنید چقدر پهنا میدونم که مؤسسه‌های مدیپول از کادر وزارت بهداشت سابق همین دولت فعلی هست. بله خیلی معتبرن و اینکه چند شعبه داره. یعنی من اصلا حتی نمیتونم بشمارم براتون، یعنی فکر کنم حدود 10 تا. خب حالا برای یه دانشجویی که الان داره پزشکی می‌کنه چه تأثیری داره این تأثیرش خارجی؟ بله، به عنوان دانشجو خارجی شما به شرط ترکی بلد بودن، من به خاطر این گفتم انگلیسی تو دانشگاه هم حتی به دردتون نمیخوره. شما یا داری 100% انگلیسی پزشکی میخونی یا داری 70% انگلیسی 30% ترکی میخونی. اون 30% ترکی که میخونی اگه بهش توجه کنی قالب اون 70%. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر شما از ترم 3 به بعد بخواید رزیدنتیتون رو شروع کنید، حالا یا کارآموزیتون رو، من به دانشجوی پزشکی هم بر نخوره اسمش رو شاید اشتباه بگم، از ترم 3 به بعد اگه برین داخل بیمارستان بخواید کار کنید باید ترکی بلد باشید. چجوری میخواین بیمار ببینید؟ ببخشید خیلی عذرخواهم، ترک‌ها اصلا انگلیسی حرف نمیزنن، بلدن باشن باهاتون حرف نمیزنن، چون آدمای ناسیونالیستی ان به هر حال و نژادشون رو خیلی بالا میارن و خیلی متعصبن. و اینکه ترکی خیلی به دردتون میخوره. به شرط ترکی بلد بودن شما میتونید تو هر کدوم از این بیمارستانا که بهتون ارائه بشه برای کارآموزی از ترم 3 بعد برید کار کنید و بسیار فرصت‌های زیادتری هم هست، فرصت‌های تحقیقاتی و اینکه اراسموس پلاس خیلی مهمه. شما 1 سال فرصت زندگی تو کشور مورد علاقت رو داری، چون بسیاری از کشورها دیگه تو این اتحادیه عضون دیگه. خب یه ذره بریم سراغ آدمایی که اونجا دیدی و زندگی کردیم. تعریفایی که شنیدم میگن پولکی هن، پول میگیرن، نمیدونم حالا شاید هم زیاد حواست نباشه شاید کلا میذارن، حالا بیاد موقع هم دارن امنیتش میگن مثلا درست. تو استانبول کیف خاپی میکنن و توریستا که بله. ولی این گفتگویی که رایجه، ولی خب من میدونم امنیتش قطعاً به عنوان کشوری که داره در سال فکر کنم نزدیک 3.5 میلیون بله 5 میلیون عددش رو یادم نمیاد توریست در سراسر دنیا داره، باید این امنیت برقرار باشه در هر صورت. تجربه تو چی بوده؟ ببین راجع به امنیت زندگی با من راجع به امنیت و رفاه اجتماعی اگر بخوام صحبت کنم، من مثلا کشورهایی که حالا رفتم میتونم بگم که حالا از بین کشورهایی که رفتم دبی خب صدر بوده طبیعتاً. دبی از لحاظ امنیت بسیار کشور. ترکیه بین 10 تا کشوری که من رفتم شاید رتبه 5 و 6 داشته باشه. شما اگر سوار تاکسی بشید مثلا به عنوان یک دانشجو، حتی حالا ما توریست رو نمیگیم، شما به عنوان یک دانشجو اگر سوار تاکسی بشید انگلیسی صحبت کنید، امکان این که سرتون کلاه بره هست.
یعنی کاملا واقعیت‌ها رو اگه بخوایم صحبت کنیم این امکان وجود داره. اگه چطوری در چه حالتی انگلیسی صحبت بکنید، آها اونا یه کرونومتر دارن، یه تاکسیمتر بهش میگیم، تاکسیمتر دارن و از روی اون راحت‌ترتون کلا میره. یعنی امکان داره به جای 200 لیر از 500 600 لیر بگیرن مثلا. که حالا اینم بگیم بچه‌ای که اگه میخوان برن قبرس شمالی سعی کنن که یه وسیله نقلیه شخصی تهیه کنن، چون پول کرایه تاکسی اونجا بالای 900 لیره، یعنی خیلی گرونه تاکسی تو قبرس شمالی. ولی ترکیه الان مثلا اسنپ و تپسی که ما استفاده میکنیم اونجا اوبر هست، اونجا مارت تک هست که شما مثلا میگم کلیک میکنین اسکوتر براتون میاره، اسکوتر میاد دم خونه‌تون، اسکوتر شارژی هم هست و دم خونه‌تون تا هر جا بخواید برین مثلا میگم ساعتی 20 لیر، ساعتی 20 لیر خیلی دربست، فوق‌العاده است. دربست در اختیارتون. خودت رانندگی میکنی؟ تحویلت میدن یا تحویلتون راننده خودتون داره؟ رانندگی میکنید با اسکوتر. و ماشیناشون هم خیلی ارزان‌تره، ماشیناشون هم خیلی ارزون. و اینکه حالا 6 ماه اول سال دیگه که سرد نیست. برای من هیچ فرقی نمیکنه. برای من هیچ فرقی نمیکنه. گواهینامه نمیخواد؟ گواهینامه نه، اسکوتر گواهینامه نمیخواد، صرفا یه حالا کیملیک کارت یا حالا یه کارت دانشجویی که اگر کسی ازتون خواست همراهتون باشه. ترکیه مناسبه که یه دونه حالا توریستا کم استفاده میکنن از حالا اسکوتر و اینجور چیزا، ولی ماشین اوبر طبیعتا بهترین اتفاق برای توریست اوبره دیگه، یعنی فیکس نرخ مشخص داره. نرخ مشخص داره، ارزون تره به نسبت خب تاکسی ها طبیعتا. چطور که اسنپ و تپسی تاکسی ما ارزون ترن یه سریا از یه سری حالا لوکیشن ها. تاکسی من نمیبینم. آره من همشون جمع شدن دیگه، ولی خب ترکیه تاکسی رانه خیلی عصبی داره، باشون درگیر نشید. واقعا اصلا باشون نباید درگیر شد. خب این یعنی شما مراقب باشید به عنوان توریست. ولی یه دانشجوی فرضی که یه سال بخواد زندگی کنه یکی دو هفته اول دستش میاد دیگه. آره کام بعد دانشجو من حالا اونایی که من میدونم چون سیستم حمل و نقل عمومی ترکیه خیلی خوبه، یعنی تهرانو 100-0 میزنه، واقعا دارم میگم خیلی فوق العاده است. همه جا متروبوس، اتوبوس، مینیبوس که بهش میگن دلموش و یا حتی واپور، از آسیایی میرید اروپایی، از بشیکتاش میرید بیکوز، خیلی فوق العاده است. و هر نرخ هر مبلغی دستتون باشه میتونید از یه جای استانبول از ماستاک برید باهچلی evler، از باهچلی evler برید زکریاکوی، همه جا میتونید برید. هیچ فرقی هم براتون نمیکنه، ارزون در میاد براتون. این که گفتی ارزون در میاد، الان با توجه به نرخی که تو ترکیه هست فکر می‌کنم یه دانشجو مینیمومش اگه بخوام خودش زندگی کنه 700 دلار رو میخواد ماهی فیکس 30,000 لیر شما خرجتونه. 30,000 لیر 60 میلیون تومان. خوبه اینی که میگم. اینی که میگم بعد تو استانبول با 30,000 لیر اگه بتونید زندگی کنید فوق العاده است. یعنی خیلی خوبه. ولی مثلا میگم تو ایزمیت که توریستیک تره 45,000 لیر هم میرسه این مخارج. ولی تو آنکارا ارزونه، مثلا ارزون تر از استانبول در میاد. این 30,000 لیری هم که میگم بغیر از اجاره خونه است. یعنی اجاره خونه و دورما اینا که خب دورمای ترکیه گرونه نسبتاً به نسبت کشور دیگه. بله واقعا گرونه. یعنی مثلا خوابگاه دانشگاه کوچ سالی، مثلا خوابگاه استودیویش که عملاً این سویت دیگه سالی 10,000 دلار، سالی 10,000. دانشگاه گرونه و اینکه حالا دانشگاه دیگه شون هم همینجوریه، یعنی 7,000 دلار 6,500 دلار کمتر از اون نیست. این هم یکی از چالش‌های ترکیه است دیگه. بله هزینه‌های زندگی و هزینه‌هاش یعنی برابر به شاید هزینه زندگی توی جای مثل آلمانه. بله واقعا گرونه هزینه‌های. حتی فکر کنم یه سری که مثل یه جایی مثل مجارستانه. بله کاملا. مثل حالا چک و رومانی ارزون‌تر هم هستن. بله. من مشخصا در مورد استانبول دارم صحبت می‌کنم چون 80-90% آدمایی که میرن استانبول هستن، استانبول دارن سرمایه‌گذاری میکنن و دانشگاه انتخاب میکنن. تجربه خودت الان به عنوان فردی که این زندگی کرده برای کسی که الان پیشنهاد بهش بده زندگی بکنه چیه؟ یعنی به نظرت برای کی خوبه، برای کی بده، کی بره کی نره؟ برای کسی که حوصله یادگیری زبان به غیر از انگلیسی رو نداره جای بسیار بدی. سخته. یعنی حتی سخت یکم اونوردار از سخته. خیلی حداقل پذیرشش رو داشته باشه. بله. پذیرای آموزش یه زبان دیگه به غیر از یعنی انگلیسی. من اگر بخوام راجع به اینکه آقا چجوری ما در ترکیه خوب زندگی کنیم در هر شهری
اودر، وان، حتی یه شهر مرزی کوچیکی مثل وان چجوری زندگی کنی؟ من میگم آقا انگلیسی رو بذار کنار، ترکی یاد بگیر. اگه شما ترکی رو استانبولی که یاد میگیرید عملاً یه راهی براتون باز میشه، کل لهجه‌هاشون رو یاد میگیرید. ترابزانی حرف میزنین، لاز حرف میزنین، همه جور لهجه حرف میزنین. ولی شما انگلیسی وقتی حرف میزنی، خب مثالی که الان زدیم، تاکسی سوار شدن، متوجه نمیشه که شما چی گفتین. دلار ازتون میگیره، لیر ازتون میگیره، دوبله سوبله حساب میکنه. یا مثلا میرید حالا بازار بزرگ استانبول. بازار بزرگ استانبول جنس 500 لیره رو بهتون 1500 میدن. بعضا حتی دیده شده 3000 میگم بدن. و اینکه یهو مثلا شما، یعنی اینو من میتونم بهتون اثبات کنم، شما یهو لهجهتون از، یعنی زبونتون از انگلیسی به ترکی تغییر میده. شما ترک بودی 200 لیر. اینجوریه، یعنی ترکیه اینجوریه کاملا. و اگر میخواین خوب زندگی کنین، زبان. بخش بعدی اجتماعی بودنه. توی خونه‌تون حبس نکنید خودتونو. سعی بکنید دانشگاهی برید که توی هر رشته‌ای اگر میرید سعی کنید دانشگاهی برید که براتون بیشتر سکوی پرتاب باشه، تا اینکه فکرتون این باشه برم اونجا بخونم بیام اینجا کار کنم. یعنی این یه کوچولو ضربه میزنه بهتون، صرفا به خاطر اینکه الان شما قبلا کسی که با بودجه کم می‌خواست مهاجرت کنه اولین مقصدش ترکیه بود. الان دیگه اونجوری نیست. الان دیگه عملاً $40,000 شهریه پزشکی مدیپول، $39,000 $40,000. شما برو با همون هاروارد حقوق بخون، 10,000 تا بذارش برو هاروارد حقوق بخون، $50,000 مثلا. و اینکه میگم اینقدر اگه شما داری هزینه میکنی، جوری زندگی کن که لذتش رو ببری. در مورد زبانم خودت گفتی من زبان الانم رفتی داری زبان آموزش میدی. الان بچه‌ای که میان سمت تو برای آموزش زبان، نه این فرصت استفاده کنید در زبان ترکی هم بری. کیان راستش بعد که وارد این فضای میشن کیا میمونن، کیا میرن، کی موفقه؟ بخوام واضح باتون حرف بزنم، من اکثر یعنی زبان آموزایی که داشتم، حتی الان به طور اکتیو زبان آموزی که دارم، خانمایی هستن که برای سفر میخوام برن ترکیه. از هر سنی برای سفر برای زبان یاد میگیره؟ آره. چقدر؟ تا آدو میان. یعنی چند جلسه؟ تا آدو شما حدود 5 جلسه میخوای دیگه. فقط برای سفر میان یاد میگیرن؟ سفر برای علاقه‌مندن. خیلی برای من خیلی عجیب بود. مثلا من همین جمعه تعداد خانم‌ها بیشتر از آقایونه. خانم‌ها از هر سنی میان یاد میگیرن. آقایون اکثرا من شاگردی که داشتم زیر 20 سال بودن که از 16 تا 20 هدفشون سال چیه؟ کاملا مهاجرت من برن درس بخونن یا برن بمونن. درس مهاجرت تحصیلی. اکثرا هم من دانشجویی که داشتم مثل زبان آموزی که داشتم پزشکی، دندون پزشکی، فیزیو مثلا خیلی دوست دارم. چقدر قبل رفتن شروع کنن میتونن گیریم؟ یک سال قبل رفتن، یا حالا مثلا شما بگید 6 ماه. شما 6 ماه اینجا اگه بخونین تا آدو میبرین جلو زبان تو. تا آدو هم اگه ببرین جلو کاملا زندگی روزمره‌تون رو میتونید نجات بدید یه جورایی. یعنی کاملا میتونید از یه جهنمی دره به نام زبان انگلیسی ندونستن، زبان انگلیسی ندونستن افراد مقابلتون ترکیه یعنی جهنمیه. واقعا شما باید آناتومی بدنتو عوض کنی که متوجه بشن چی داری میگی. و اینکه 6 ماه وقت بذارین تا آدو بخونین. اگه نمیخوای 1 سال وقت بذاری تا B2 یا B1 بخونین، تا آدو بخون، رفتی اونجا کامل بقیه‌اش میاد. این افسانه یا این چیزی که در محیط یاد میگیره اتفاق میفته؟ بله 100%. حداقل برای زبان ترکیه. چقدر؟ نمیتونم بگم فول، نمیشه گفت اصلا، ولی تا B1 شما راحت میری. یعنی تا جایی که دیگه بدون اینکه اینجوری بشی که چی داره میگه متوجه بشی کاملا. خب آموزش زبان از یه فارسی زبان، یعنی همزبان خودت توی ایران، راحت تر از آموزش زبان ترکی از ترک زبانا نیست؟ کاملا راحت. یعنی این
وجود داره که تو یاد میگیری و اینکه چطوری یاد میگیری، چون منم خودم تجربه مهاجرت داشتم بله. و زبان بلد نبودم، دیدم تو یاد میگیری. اولا اینکه راحت نیست، تو یه سری جاها میدونی آدما به صورت متداول دارن یه چیزی رو یه جای استفاده میکنن، ولی اینکه آیا چیز دیگه ای میتونی استفاده کنی مناسب هست برای اون منطقه هست و اون آدم‌ها دارن استفاده میکنن اینه. و اینکه هزینه داره، یعنی هزینه زمانی، انرژی داره. بله. شاید اگه تو به من ترکی یاد بدی و بگی در این موارد میتونم یا استفاده کنم، اونجا میتونم برای ارتقاش، برای تمرین و تکرارش. ولی اینکه در محیط یاد میگیری به نظر من محیط میتونه تثبیت کنه، میتونه کمک کنه، ولی یادگیری هزینه سنگین‌تری داره تا توی کشور خودت، تو محیط خودت. من کاملا موافقم. تو که داری درس میدی نظرت چیه؟ من با این کاملا اولی نوعیم با این کاملا موافقم که شما از یک فارسی زبان یاد بگیرید، خیلی بهتون بیشتر کمک میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما اگه مشکلی داشته باشین، مثلا دارید آیک میخونید، حتی الفبا رو هم بلد نیست، زبان ترکی الفباش سخت. یعنی میتونم بگم توی زبان ترکی ما 3 مرحله داریم که خیلی برای بچه سخت یادگیریش: گرامر زمان حال استمراری، الفبا و الفباشون به خاطر تلفظش. ما 8 حرف صداداری که داریم 4 تا تقسیم میشن. یکیش گروه کالون سسلی هن، یعنی صداهایی که شما از اینجا دقیقا تلفظ میکنید. بله دقیقا. یه صداهایی هستن اینجا سسلی هن، یعنی شما مثلا میگید ای، نمیگید ای مثلا، خب، و یا میگید ا، محکم لازم نیست بگید. این با یک سری از حرفای دیگه، البته با یک سری از حرفای دیگه برای بچه تلفظش سخته. یعنی تو طول آیک شما دارید دست و پنجه نرم میکنید با تلفظه. و اینکه همین 8 رو یاد بگیرید 90% ترکی رو یاد گرفتید. یعنی آره، یعنی من هم به بچه‌هام میگم، یعنی بعد من همین امروزم شاگرد دارم، به کلشون گفتم 6-7 نفرن. آره، نیم ساعت 6-7 نفرن، من به همشون گفتم بچه 8 حرف صدا رو یاد بگیرید، بعدش ببینم من تشکر می‌کنم. یه چیزی نمی‌دونم، با سریال دیدن، فیلم دیدن آدم زبان یاد میگیره. چه قضیه من می‌بینم من سریال دیدم. ببینید من که میگم نه، خودم اینجوری یاد گرفتم البته، ولی اون به خاطر این بود من کل خانواده‌ام ترکی حرف می‌زدن، ترکی آذری حرف می‌زدن. خب، و من هی سعی می‌کردم که من خیلی هم موزیک گوش می‌دادم. یعنی من حتی توی اون سنی که ترکی رو گفتم بلدم، یه دونه کتاب ترکی هم نخونده بودم، حتی یک کلمه ترکی هم نخونده بودم. به من چی بیشتر از همه کمک کرد؟ یوتیوب ترکی. یوتیوبرهای ترک انقدر تو زندگی من نقش مثبتی داشتن تو یادگیری، این نکته شناختن اینا. یوتیوب خیلی کمک خوب حرف میزنن، تمیز حرف میزنن خیلی. و اینکه اسلنگ شما یاد میگیری، یعنی اون اتفاقا تمیز حرف نمیزنن. تمیز حرف نمیزنن، نه اینکه حالا بخوام دشنام و فحاش و اینا. این از نظر قواعد زبان. بله. شما یاد میگیری که آقا به جای مرحبا بگیم مرحبا مثلا، یا به جای گوله گوله اینجوری کن، اصلا بگی هادی öptüm مثلا. چیزایی که تو زبان فارسی مثلا نداریم، مثلا این هادی öptüm یعنی یالا وسودمت مثلا. خب موقع خدافظی ولی اینو داری شما میگی، در صورتی که 10 متر فاصله داری، در ضمن 10 متر با شما فاصله داره طرف. یعنی خیلی خوبه، بیشتر از سریال که شما 3 ساعت وقت تو سریال‌های ترکی 3 ساعت اینا با کمکش در حد اینکه تا گوش داشته باشه، شاید بازم در حد یادگیری اونقدر نیست. ولی من اینو به تجربه خودم میگم، آموزش زبان دوم پایه و اساسش باید با قواعد درست، با یه نظام درست باشه. بعدش برو فیلم ببین، برو سریال ببین، برو تو محیط. این که من از اونجا شروع کنم مثل زدن ساز از سر نادرست. یعنی تو میری یه سریال، یه فیلمی نگاه میکنی که به یه قسمتی از زبان میخوری که ممکنه درست باشه، ممکنه اصلا اشتباه کنه و تو اشتباه برای جا میفته. مثل مربی ورزشی که تو دیگه اینطوری راکت دست بگیر تا آخرش دیگه اونطوری دستت میگیره. در شرط مثلا اول سختیشو تحمل کنی. به نظر منه تو 100% همین حتی راکت دست گرفتن هم اینجوریه که انگار اینه که مثلا خب شما یوتیوب سرچ کنی قبل اینکه کلاس بری اصلا یاد بگیری من چجوری باید توپ تنیسو بزنم، مثلا چجوری باید بازی تنیسو برنده بشم مثلا. خب شما طبیعتاً یوتیوب می‌بینی بعد فکر می‌کنی بلدی،
یعنی این اعتماد به نفس تو ما ایجاد میشه. این به خاطر کاملا اون اعتماد به نفس کاذبی که سوشال مدیا به ما میده. سوشال مدیا یعنی فضای سوشیالش دیگه فقط چاپه فضای مجازی. و اینکه مثلا میگم اون اعتماد به نفس کاذبی که این مجرا به شما میده اینجوریه که بچه‌ای که میان ترکی هم یاد میگیرن مثلا اینجوریان میگن ما اینا رو بلدیم، میگن خب بخون، میخونه میبینم از 4 تا حرف یک کلمه 5 تاش غلطه. بلد نیست. یاد گرفته. بله غلط یاد گرفته. شما نمیتونی فقط با شنیدن یه چیزی رو، اگر اینجوری بود که فقط با شنیدن یه چیزی رو بخواید یاد بگیرین خب چرا دانشگاه میرین، چرا مدرسه میرین؟ همه ما فیلسوف میشدیم دیگه طبیعتا. یعنی طبیعتا این شکلیه که ما باید بخونیم، بنویسیم، گوش بدیم. حتی گوش بدیم، بخونیم، بنویسیم. اینجوری شما زبان یاد میگیرید و اینکه بدین صورت کامله. در مورد آدم حرف زدیم، در مورد زبان خیلی خوب حرف زدیم، مرسی. در مورد دانشگاه حرف زدیم. در چیزی که دوست داری بگی؟ به نظرت؟ من دوست دارم راجع به یک سری دانشجوی حرف بزنم. ایرانی های بله. دانشجوی ایرانی میخوام راجع به دانشجوی ایرانی میخوام صحبت کنم که میرن و با کوله‌باری از اطلاعات غلط بچه‌ها رو واقعا به اشتباه می‌اندازن. اونه که اونجا هستن. بله. اینه که اینجا. بله. شما ببینید وقتی که توی کشوری مثل ایران هستید طبیعیه که دنبال یک راه فراری باشین که براتون همه چیز آسون به نظر برسه. یعنی حتی براتون همه چیز خیلی آسون پیش بره. شدنی بره به نظر برسه که من میتونم. بله. اینو من اسمشو میذارم رویا فروشی، چون شما امکان نداره که مثلا میگم حالا کدوم کشور دیگه زبان مشترک ترکی استانبولی داره؟ قبرس شمالی. متاسفانه استانبول، ایزمیر، آنکارا، گیرنه، این کشور، حالا این شهرهایی که خیلی دانشجو پذیرترن، حالا طبیعتا ترکیه که خیلی بالاتر، امکانات کار براتون وجود داره، امکانات اقامت گرفتن دانشجو براتون وجود داره طبیعتا، ولی به زمانش. یعنی ببینید شما بهتره از کسی اطلاعات بگیرید، به کسی اعتماد بکنید که اونجا حداقل 2-3 سال زندگی کرده یا حداقل آقا 1 سال زندگی کرده، نه اینکه کسی که پاش از فرودگاه باز شده به خاک استانبول یعنی تازه فرودگاه استانبول جدید دیده، صلاحیت این کارو نداره اصلا. یعنی ضرری داره، اونم داره تجربهشو میگه. خب دیگه تجربه اصلا مشکل نداره، شما تجربه‌تون رو میتونید بگید توی هر مرجع اختصاصی میتونید بگید، ولی به شرط اینکه نگید که خب بیاید من براتون این کارو میکنم، نگران نباشید، اینجا اینجوریه، اینجا اونجوریه. فرض بر این بذاریم که اونا هم این کارو میکنن. یه فردی من تجربهش دیدم 3 ماه 4 ماه 6 ماه رفته، خودش پیج زده، داره این اطلاعاتو میده. من خودم بعد از 7-8 سالی که رفتم بازم میترسیدم یه اظهار نظرایی بکنم. یه کسی به تصمیم گیره. خب الان این باب شده. منی که متقاضی من به عنوان داوطلب اینجا چیکار کنم؟ من یه فرد میخوام یه دنبال اطلاعات میگردم. الان اینستامو باز میکنم کلی پیج میبینم. من چطوری میتونم فیلتر کنم؟ من خودم ما اونو نمیتونیم جلوشو بگیریم. 100%. ولی این من میتونم 100% الگو داشته باشم. شما نمیتونید جلوی کار دیگران، شما جلوی نفس دیگران نمیتونم بگیرم. هم جلوی دیتا هم جلوی نفس دیگران شما نمیتونید بگیرید. هر کاری دوست دارن مردم بکنن، شما ولی منطق دارید. من اگر به خودم باشه برگردم به عقب، من باز هم اینو خیلی دارم جدی میگم، مثلا نه تبلیغ قراره بکنم نه هیچی، واقعا من ترجیح میدم با شرکتی کار بکنم که یعنی متکی به یک فرد نباشه همه زندگی من، متکی به تیمی باشه که من مطمئنم که آقا این کار من رو درست انجام میده. چطوری مطمئن میشم این تیمه درسته؟ من خودم به شخصه در نگاه اول متوجه میشم، چون میتونی من راجع به نگاه اول چطوری متوجه میشی؟ من راجع به کشوری که میخوام مهاجرت کنم بهش اول یکم میرم تو اینترنت راجعش میخونم. میخونی خودت مطالعه. اینجوری نباشه که من زنگ بزنم وقت مشاوره رزرو کنم ولی راجع به روسیه مثلا هیچی ندارم. راجع به اینکه بله مثلا دندون پزشکی تحقیق میکنم. این همه ما پلتفرم داریم، شما تو هر کدومش، تو تیک تاک هم شما میتونی برید راجع به شما زبانم بلدی دیگه. بله انگلیسی هم حتی شما میدین تو یوتیوب اصلا بزن
ویزیتینگ استانبول مثلا براتون 1000 تا ویدیو میاره و اینکه شما از همون ویدیوهای مثلا قیمت‌ها در چه می‌دونم استانبول شهرهای دیگه شما اول اینا رو ببینید که بهتون نگن با 15000 لیر با 10000 لیر ماهانه شما میتونید دووم بیارید یا مثلا شما رو نفرستن بله شما راجع به دانشگاه دومین مسیر راجع به دانشگاه تحقیق کردنه. من یه دانشگاه میخوام یکم هیت بدم دانشگاه اوکان یکی از گرونترین دانشگاه برای مقطع لیسانس و مثلا ارشد و دکتراست در صورتی که چیزی که به شما ارائه میده در سطح شاید دانشگاه وارد آزاد مثلا اسلام شهر مثلا ولی مثلا من آدم مطلع سخت‌تر کلا سرم میره 100% آگاه ترم 100% اینو موافقم در همه چیز یعنی من یه بیس اطلاعاتی داشته باشم یه حرفی رو میشنوم بفهمم کدومش حرف درستیه کدومش نیست دیگه چی من کمک میکنم من خودم یه تجربه شخصی رو میگم که به بچه‌ها کمک بکنه با همین هم میبندیم قربونشون مرسی چرا خوب من یک اشتباهی کردم به اطلاعات خودم اتکا نکردم و گوش دادم به حرف یک سری از افرادی که عملاً از همون دسته آدمایی بودن که گفتم بهشون نباید اعتماد کرد. هر اتفاقی که بیفته خانواده حرف درست رو میزنن واقعا یعنی مادر پدر وقتی به شما بله 100% یعنی زندگی کردن بله وقتی مثلا مادر پدر شما به شما میگن من دوستم اینجا زندگی میکنه اینجا من میگه خوب نیست شما نباید وسوسه بشید که نه نسل با نسل فرق میکنه من میرم اونجا کار میکنم فلان میکنم پیشرفت میکنم چون شما شک نکنید برمیگردید. تجربه چی بود؟ قبرس شمالی. قبرس شمالی بدترین تجربه زندگی من بود تا بعد. چرا؟ ببینید به خاطر اینکه من خودم آدمیم که آدم ماشینی هستم یعنی من دوست دارم جایی که میرم از ترافیک عصبی بشم جایی دوست دارم برم که شلوغ باشه مثلا من واقعا دارم میگم من 4 ماه شاید موندم قبرس شمالی از هفته دوم ورودم من مامان بابام زنگ می‌زدن گفتم من میخوام برگردم. به خاطر چی؟ یک سیستم حمل و نقل فاجعه است یعنی واقعا بده. 2 اینکه قیمت‌ها هم اندازه استانبول همون پول با یه امکانات کمتر همون پول بله با امکانات کمتر و اینکه برای بچه‌هایی که دوست دارن هم درس بخونن هم کار کنن کشور خوبی نیست واقعا کشور خوبی نیست شما فرصت‌ها رو نداره اصلا نداره شما همون پولی که میخوای برید قبرس مستقیما برو استانبول. خب تو این تجربه بابا اینا گفتم خوب نیست ولی گوله چی خوردی؟ گوله یک شرکت میخورد. اگه همینقدر میتونه خوب باشه یه شرکت میتونه بعدم باشه منم که تصمیم میگیرم دقیقا من اینو بازم میگم اشتباه 100% برای من بود به خاطر اینکه من الان گفتم بعد تحقیق کنید راجع به کسی که میرید باهاش مشاوره میکنید من بدون تحقیق رفتم صرفا به خاطر اینکه سایتشون قشنگ بود دیدم کشورهای خیلی زیادی رو کار میکنن گفتم 100% اینا یعنی پیشنهاد بد نمیدن در صورتی که در حین جلسه من فهمیدم که یعنی خودت هم موزی فهمیدی که این خبره نیست کاملا فهمیده بودم ولی به حس خودت اعتماد نکردم و صرفا اون حالا شرایطی بود که من دوست داشتم فقط برم ولی تجربه شد که من واقعا الان به هر کی گفتم نرو ازم واقعا داره تشکر میکنم. مرسی قربون شما. خیلی تجربه ناب و دست اولی بود برای من که الان دارم از این نابیه میشنوم چون خودم تو این کارم من صحبتی راجع به کاری که خودمون میکنیم نمیکنیم این مصاحبه صرفا تجربه شماست و من فقط اینجام که بهترین این تجربه رو از شما بگیرم برای بینندهایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنم. امیدوارم که این ویدیو مثل ویدیوهای دیگه شما رو یه قدم نزدیکتر بکنه به تصمیم درستی که قراره بگیرید. امیدوارم. مرسی علی جون. دستت در نکنه. اینم چند دقیقه دیگه هم کلاست شروع میشه. خیلی متشکرم. خیلی خوشحال شدم. قربونتون برم. فدای شما.